حتما شما هم بارها این رو تجربه کردین که اتفاقات و شواهدی ببینین که نظرتون رو تایید میکنن، یا وقتی به موضوعی فکر میکنین مدت کمی بعد مصداق اون رو اطرافتون ببینین. اما آیا اینها اتفاقی هستن؟ جواب منفیه. ماجرا از این قراره که افراد تمایل بالایی دارن تا فقط دنبال چیزایی بگردن یا نشونه هایی رو دنبال کنن که اعتقادات خودشون رو تایید میکنه، یا حتی بدتر اینکه اونچه با باورشون تو تضاده رو کلاً انکار میکنن یا کم ارزش نشون میدن. البته همه اینها تعمدن اتفاق نمیفته و ذهن به صورت ناخودآگاه این فرایند رو طی میکنه. انسان‌ها همیشه یک هارمونی درونی دارن، به این معنا که میخوان باورهای مختلفشون با هم در تضاد نباشه. بنابراین وقتی با باورهای متعارض مواجه میشن به طور غریزی یکی از اونها رو انتخاب میکنن و به دنبال شواهدی میرن که اون باورها رو پشتیبانی میکنه و این اسمش سوگیری خودتاییدیه. سوگیری خودتاییدی یک رفتار بسیار ریشه‌ای تو تاریخ تکاملی انسانه که کمک کرده بشر عقلانی بمونه و رفتار بکنه. اما سوگیری خودتاییدی تو شرایط مختلف منجر به ضرر دیدن سرمایه‌گذار میشه. یک، از دست دادن فرصت‌ها. متهم اصلی خیلی از فرصت سوزی‌ها سوگیری خودتاییدیه، چون سرمایه‌گذارها زمانی میتونن یک فرصت سرمایه‌گذاری خوب رو شناسایی کنن که دیدگاه منطقی و غیر سوگیرانه‌ای نسبت به اون داشته باشن. فردی که دچار سوگیری خودتاییدیه آمادگی کافی برای شناسایی فرصت‌های جدیدی که براش پیش میاد رو نداره. دوم، پورتفوهای متمرکز. احتمالاً آسیب دومی که سوگیری خودتاییدی داره اینه که افراد از متنوع کردن دارایی‌های خودشون فاصله میگیرن و پورتفوشون روی دارایی‌های خاص متمرکز میشه. در اختیار داشتن دارایی‌های متنوع باعث کاهش ریسک میشه و کنار گذاشتن این اصل مهم سرمایه‌گذاری منجر به زیان دیدن این گروه تو بلند مدت میشه. سوم، گیر کردن تو دام حباب‌ها. مشکل سوم اینه که سوگیری خودتاییدی افراد رو به آسونی تو دام حباب‌ها گیر میندازه، چون حباب‌ها اینطوری شکل میگیرن که یک دارایی قیمتش به طور مداوم بالا میره تا یهو همه چیز تغییر میکنه. بنابراین افراد با سوگیری خودتاییدی تو دوران شکلگیری حباب احتمالاً از بقیه سرمایه‌گذارها پول بیشتری رو به خرید اون دارایی اختصاص میدن. برای جلوگیری از شکلگیری این سوگیری تو افراد بهتره که اونها دائما بررسی شواهد متضاد با باورشون رو و همچنین صحبت با افرادی که دیدگاه مخالف با خودشون دارن تو دستور کار بذارن.